نامزدهای انتخابات 14مین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران که صلاحیت آنان مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است به ترتیب حروف الفبا به شهر زیر می باشد: 2 آقای مصطفی پور محمدی فرزند حسین. خب اولین انتخاب توسط قرعه جناب آقای مصطفی پور محمدی هستند. این شماره از این به بعد شماره جناب آقای مصطفی پور محمدی خواهد بود. خودتون نشون بدید لطفاً. شماره 1. این برنامه می نویسن یه باید اجرا کنند. رئیس جمهور باید اجرا کنه، وزیر باید اجرا کنه. اغلب کسانی که حرف میزنند الحمدلله دانشمندند، استاد دانشگاهند، تحلیلگرند، پژوهشگرند، نویسنده های خوبی هستند، سخنورای خوبی هستند، ولی کارگزاران مجربی نیستند. با پیچ مهرها و آچار و پیشگوشتی و کلنگ و بیل دستشون نخورده. میدان و دیپلماسی اینا همدیگر رو تکمیل میکنن. من دیگه نمیخواستم در کار اجرایی ورود پیدا کنم. توی مؤسسه تحقیقاتی دارم کتاب مینویسم، با محققین، پژوهشگران، نویسندگان، هنرمندان سر و کار دارم. اگر مورد اعتماد شما قرار بگیرم با دوران جدیدی از مدیریت در کشور روبرو خواهید شد. من خیلی واقعا استفاده کردم از بحثایی رو که آقای دکتر پور محمدی ما البته دکتر آقا نیستیم به اون صورت، ما آخوندیم، یه طلبه ایم. البته حالا در مشابه ساز میرید خلاصه تطبیق میدید، به قول معروف تا 100 خوندید، میگید کارشناسی ارشد، درس خارج خوندید، میگید دکترا. کسی هم معادل سازی دکترا نمیتونه چیزی ولی همون به ما بگید طلبه و اسممون رو صدا بزنید سپاسگزاریم. ما ارادت داریم ولی تطبیق ندید در آینده. مسئله فلسطین یک شعار آرمانگرایانه صرف نیست. موضوع فلسطین نماد دیپلماسی جمهوری اسلامی. وقتی که انسان میاد این فضای مجلس رو میبینه، این حساسیت، وسواس، دقت بر ارزش‌ها، آرمان‌ها، باورها. امروز چرا آمدم؟ یک حادثه ناگوار اتفاق افتاد و اون شهادت برادر عزیزم شهید رئیسی عزیز بود. ما با هم از قبل از انقلاب و ابتدای انقلاب آشنا بودیم. من سالیان سال با مرحوم آقای منتظری رفت آمد داشتم. من کل لیستای عفوم رو خودم می بردم پیش آقای منتظری. آقای پور محمدی درست سالم مسئول تو اطلاعاته، اما قبل از اینکه مسئول اطلاعات رو آخونده و نقش اساسی را همه رو مسئول اطلاعات داره و دیگران عملاً تحت تاثیر می‌ذارن. یه فایل صوتی رو دفتر آقای منتظری دادم بیرون که شما رفته بودین برای ایشون توضیحاتی میدادین در مورد منافقین که خیلی هم خبری شد و بعدش هم آقای مطهری نامه‌ای نوشت که شما توضیح بدید و اینها، که البته اون موقع سری توضیحات کلی و البته هوشمندانه ای دادید. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌بینید. در فضای مجازی اسم شما با مفهوم اعدام گره خورده. خب من چه کار کنم؟ آقا من قاضی بودم یه مقطعی، یا بعد محاکمه میکردم کیفرخواست می‌زدم، یه عده زندان میگرفتن، یه عده جریمه میشدن، یه عده اعدام میشدن. خب ببینید الان این کیس به اصطلاح پرونده زنده است. دشمنم داره روی اینا سرمایه‌گذاری میکنه و الان وارد این میدان شدن، میدان دشمنه. من از اینجا هیچ حرف نزدم، وقت صحبتم نمیدونم در این باد. متاسفانه اون نوار از روی خیانت پخش شد و خیانتی بود به انقلاب، به امام، حتی به آقای منتظری. و شخص احمد آقا پسر خمینی از 3-4 سال قبل مجازات از رزومه خونش، از مدرد خونش، از اعلامی خونش همه باید ازش. یا آقای منتظری صحبتی کرده خوب یا بد، غلط یا هرچی که امام خب تصمیم گرفت، همون جلسه و انتشار همون مطالب سبب عزل آقای منتظری شد. یه اشتباه نکنیم،
الان تصویری که در رابطه با منافقین و گروه‌های دیگه تو اذهان مردم ما و به خصوص جوانای ما روایت‌هایی است که خود اونها ساختن. البته کمکاری ما هم باید باشه که ما روایت‌های درست و کمتر گفتیم. من چند پیش به آقایون عرض کردم که ما رسم همیشه بود که در دادگاه ایام محرم رو قطع می‌کردیم. من بهشون خواهش کردم که هرچی دارید نه آقایون رو بگوشید که با محرم گفتیم همین ما ادعای سازمان وقتی آدم جهالتی میگیرتش اون نفاق و کینه و بغض میگیره دیگه چشماش بسته میشه و دیگه خیر و صلاح خودش هم نمیفهمه. خب من از حرکت امام دفاع کردم، از اون رسالتی که در قبال منافقین به عهده ما بود در ایامی که دادستان انقلاب بودم. خب من خیلی برای منافقین کیفرخواست صادر کردم و به دادگاه فرستادم، خیلیشون محکوم شدن، اعدام شدن و خیلی دیگه. با لباس زیر آقای منتظری میشستم، لیستا رو جلوش میذاشتم، میگفت اینجا ببینید من آیا میدونید شما چقدر عفو کردم؟ راجع به این محرم جمهوری اسلامی ما اینقدر درست بگیم و اینقدر خلاف العاده بگیم. مثلا آقای منتظری میگه اینا فکرند، یک تفکرند. آقای منتظر رو کرد به یک از این جماعت ما، گفت اگر من اینو آدم متدینی نمیدونستم، رو کرد به پور محمدی، گفت این پور محمدی بچه خوبی نمیدونستم راتون نمیدادم اینجا. ممکن اصلا دستگاه قضایی کشور شما سوال بود چندین سال شخص آقای نگیری این قاضی اون قاضی تو این شهر تو اون شهر، یکی محکوم کرده به 5 سال، یکی محکوم کرده به 6 سال، یکی محکوم کرده به 10 سال، یکی محکوم به 15 سال. خب این که حالا ما بیایم بدون این که فعالیت تازه باشه گیریم اعدام کنیم، این معنیش نیست یعنی ما هممون گو خوردیم، همه دستگاه ما قضایی ما غلط بود. معنیش این نیست. میدونید که شما تو کشور 30 تا هیئت بوده، 30 هیئت بوده، هر هیئت 3 4 5 نفر عضو داشته. خب ما با آقای منتظری میگفتیم آقای منتظری حالا شما قبل از انقلاب با اینا زندان بودید، فکر می‌کنید مباحثه می‌کردن، ولی اون روزی هم که برگشتن تغییر ایدئولوژیک دادن اصلا گوش حرف شما نکردن، تو همون نظام بسته خودشون دیروز مسلمان امروز مارکسیست شدن. من اصلا مسئول این کار نبودم، تو تیم امنیتی نبودم، نه در وزارت و نه در دستگاه قضایی. 20 سالگی اول اصامتتون رو گرفتید درسته یا 19 سالگی؟ 20 سالگی نه 1358 دادستان دادستان. این برده شاهده که من که ارقام قدیمی واقعا و ارقام خیلی قدیمی، من قلیل که فقط دخترم می‌نویسیم دیگه اصلا داغون شده بودم، یعنی به التماس افتادیم که این 2 خط بنویسه و ما بگیم به برگرد زندان. نه اینا چی نمیشه، نه هیچ چیز نمیشه. چقدر با زندانیان نشستم صحبت کردم، این موضوع تو رو به جای خطرناک میکشه، من باید تقاضای حکم شدید بکنم، شاید به اعدام میرسی، بیا برگرد. من اینقدر وقت تو زندان هم خودم هم تیم‌های گسترده‌ای رو فرستادیم که این جوانایی که میدونستم اشتباه کردن برشون گردونیم. خیلی مشکل بدبختی این موضوع جزئیاتی شکل. من از اون جریان تا حالا باور کنید شری نیست که 2-3 ساعت فکرمو ناراحت کنه و خواهم 3-4 سال نبیرن فکر کنم. شما جواب خانواده چی باید بگید؟ این همه گفتیم جمهوری اسلامی و این همه گفتیم شاه و رضا خان اعدام کرد، چقدر بود شاه اعدام کرد؟ ما اعدام خودمون رو با اعدام اونا حساب بکنیم و نوشتم برای رفع مسئولیت شرعی از خود به عرض میرسانم. ببینید اصلا ما یه حرفی داریم توی کلاس جاسوسی میگیم جاسوسی طبیعی، یعنی اصلا طرف مثل شما فکر میکنه خودتونه، عامل شما دیگه عامل نمیخواد. متاسفانه تفکر آقای منتظری و برخی اطرافیان ایشون یه تفکر معیوب و ناقص و جاهلانه‌ای بود نسبت به فهم شرایط، فهم ضد انقلاب، فهم منافقین. 3 روز قبل قاضی شرع یکی از استان‌های کشور که مرد مورد اعتمادی میباشد، حالا باید میگم که با ناراحتی از نحوه اجرای فرمان اخیر حضرت به قم آمده بود و میگفت مسئول اطلاعات یادت ستم، من یادم نبود که ما بود تردید از من از یکی از زندانیان برای تشخیص اینکه سر موضع است یا نه پرسید تو حاضری سازمان منافقین را محکوم کنی؟ گفت آره. پرسید حاضری مصاحبه کنی؟ گفت آره.
خورشید حاضری برای جنگ با عراق به جبهه بروی؟ گفت آره. خورشید حاضری روی مین بروی؟ گفت مگر همه مردم حاضرن روی مین بروند؟ وانگهی از من تازه مسلمان نباید تا این حد انتظار رو. گفت پس معلوم میشود تو هنوز سر موضعی و با اون معامله سر موضع انجام و اعلام شد. این قاضی شهر میگفت من هرچه اصرار کردم پس ملات اتفاق آرا باشد نه اکثریت پذیرفته نکنم و نقش اساسی را همه را مسئول اطلاعات دارد و دیگران عملا تحت تاثیر می‌باشند. اون که پخش شد دیگه. حالا دیگه برای اینکه خیلی آقایون که معتقد به شفاف سازی هستن، البته شفاف سازی برای دشمن و سپاه دشمن شدن و جاده صاف کنه دشمن شدن، ولی دلیلی نداشت به انتشار این مطالب. اینکه همش مکتوبش منتشر شده بود، نوار برای چی پخش میشه بعد از؟ به نظرم خیلی ربط داشت به نامزد شدن آقای رئیسی دیگه. نه خیر، اصلا ربط عملیات مشترک امریکا، CIA، موساد و عربستان برای موج جدید براندازی در ایران بود. بله نه، این اصلا عملیات بزرگه. اصلا ما به این موضوعات کوچیک گره نزنیم. طراحی جامعی هست و بوده و این حلقه داخلیش برای ساعت سین و شروع عملیات فاز جدید عملیات بود که بعد آغاز میشد انجام بشه، روش کار عملیاتی میکردن. ولی موضوع فلسطین موضوع یک منطقه و یک مردم و مظلومیت و تصرف و نمیدونم اخراج و از سرزمین و آوارگی نیست. موضوع فلسطین و تصرف فلسطین تسلط غرب بر منافع منطقه، امنیت منطقه، حدود و ثغور تمدنی منطقه است. ما در فلسطین از تمدن دیرینه ایرانمون نه اسلاممون دفاع میکنیم. روز و شب نمیشناختم، اصلا نمیگفتم من تو این دولت دارم کار میکنم. البته مواضع خودم رو داشتم، صریحاً هم به ایشون گفتم که من هر کاری میکنم خدمت رهبری عرض میکنم، نظر ایشون رو میگیرم، اگر مخالف نظر شما باشه به شما میگم ولی اونو عمل میکنم. اینو بدونید، این سیاست منه و برای نمیخواید که ایشون هم نظر مخالفی نداد. طبق همین نظر من عمل کردم و شدیداً و وفادارانه عمل کردم. و یک هفته بعد دور دفترش دعوت کرد که آقای احمدی کار داره. ایشون گفتش که من خدمت آقا رفتم، همین بحث کابینه شده و یکی دو تا و خلاصه به تو و آقا تایید کرده تو باشی و نظرشون مثبته و ما دیگه مثلا توافق کردیم. چون جز پستایی که آقا معمولا نظر میدادند و اینا رو وزارت اطلاعات بوده. بعد از شما، بعد از اون سال 78 که شما بیرون اومدید، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم اتفاقات مهمی در وزارت اطلاعات افتاد که در واقع مهمترینش قتل‌های زنجیره‌ای بود و اون داستان بیانیه آقای خاتمی و تغییر تحولات در وزارت و اینها. واقعیت وزارت اطلاعات در اون دورانی که شما بودید، حالا به صورت مشخص مسئولیت شما از 69 تا 78 چی بود واقعیتش؟ یعنی واقعا وزارت اطلاعات تشکیل شده از یک سری نیروی خودسر بود؟ ببینید وزارت اطلاعات از نیروهای اصیل و پاکار انقلاب با انگیزه و هوشمند تشکیل شده. یک وزارت توانمند، مقتدر در مقابله با دشمنان، زمینگیر کردن شبکه‌های جاسوسی، شبکه‌های برانداز، شبکه‌های تفرقه افکن، نفاق و گروه‌های تروریستی، هنجار شکن. پرونده قتل‌های زنجیری به بدترین شکل هنوزم حل نشده. اولا رفتار شد، هنوزم حل نشده. چون فضا رو بردن فضای رسانه‌ای، برخورد، استکاک، اتهام زنی از بالا تا پایین مملکت متهم کردن به خاطر حادثه که حادثه جنایتکارانه بود، بسیار وحشتناک و بسیار خطرناک برای کشور و حتما هم باش قاطع برخورد کرد که من خودم جدی‌ترین آدم بودم برای برخورد و تا اونجا که شدم جدی عمل کردم. معمولا نیروهایی که تو اطلاعات بودن معمولا نیروهای یه خورده با هوش و فراست بیشتر، ضریب هوشی بیشتر، چون بعدا اونجا قوه عاقله است که بیشتر کار میکنه، قوه محاسبه، قوه پیشبینی، قوه طراحی‌های جسورانه که شما توی میدان چهارراه گیج باید هوشمندانه یه نقطه رو انتخاب کنی، اینقدر نقطه رو دقیق انتخاب کنی که 90% نزدیک هدف باشه. خب این یک هوش و فراست و ظرافت و اینها میخواد. معمولا نیروی اطلاعات همه جا دنیا و آدمایی هستن ماجراجو،
بلند پرواز و با یه روحیات خاصی که میان تو اینجا. واقعا وزارت اطلاعات از این مجموعه تشکیل شده بود و بسیار وفادار، یعنی در وفاداری و پای همه چی انقلاب و همه چیش بودن، در اینش هیچ کم و کاستی نشین. تو ذهنتون 2 تا 3 تا مسئله است که متاسفانه تو کشور ما لاینحل مونده. قتلای زنجیره‌ای هنوز تکلیفش روشن نشده. به نظر من وزارت توانمند، مشرف بر فعالیت‌ها، تأثیرگذار در فضای داخلی و فضای بیرونی و البته تیپ‌های مختلف. ما تندترین نیروی چپ که جز سران اصلاح طلب بود در وزارت اطلاعات داشتیم و طیف مقابل شدیداً موضع دار 180 درجه‌ای با اون طیف. اینا تو وزارت اطلاعات بودن. تعبیر بود داخل وزارت که 7 خط تا اینجا جمعن. تو بازی مافیا نقش گرداننده و گاد خیلی مهمه. امریکا اعلام کرد در اون تاریخی که من اونجا بودم جز 4 کشوری که بیشترین نفوذ و جاسوسی رو در داخل امریکا انجام داده، به خصوص جاسوسی علمی که جمهوری اسلامیه. بسیار از مردم متدین و دلسوز و دغدغه‌مند ما حسرت همین حجاب تا حدودی نیمبند به هر شکل قبل از پاییز 1401 رو میکشند. دیدید تو اروپایی‌ها این همه درگیر میشه، هیچ وقت با تیر جنگی نمیان وسط میدون. وقتی ما با تیر جنگی آمدیم دست یک جوانمون دادیم. شما کیفرخواست علیه نظام امنیتی کشور صادر کردید. نمیدونم منظورتون چی از این بیانات؟ ولی آقای پورمحمدی متوجه استدلالتون هستید. شما میگید که چون من سابقه امنیتی دارم اجازه نمیدم که نهادهای امنیتی رو من سوار بشن، ولی آخر روز نقطه عزیمت شما به نظر میرسه همچنان نگاه امنیتیه. حالا از این میتونیم صرف نظر بکنیم. شما دستبردار نیستید. بله، نقش پزشک و شهردار و تکتیرانداز تو بازی مافیا خیلی مهمه، اما اون که باید این بازی زیبا رو خوب از آب در بیاره به فرجام برسونه، اون بازیگردان و گرداننده و گاده.